زندگیت میتونه از همین امروز تغییر کنه، به شرطی که این ویدیو رو درک کنی. یاد بگیری چطور وارد میدان کوانتومی بشی و ثروت رو از دنیایی که در اون هر احتمالی ممکنه خلق کنی. دکتر جو دیسپنزا به ما یک روش ساده یاد داده که این دروازه رو باز کنیم و وارد دنیایی بشیم که توش محدودیت‌ها وجود ندارن. تکنیک مراقبه قلب باز باعث میشه تو هر چیزی که میخوای رو توی زندگی جذب کنی. میدونی چی جالبه؟ ما توی طول روز بدون اینکه حتی بدونیم مدام توی این میدان کوانتومی قرار داریم. اما مشکل اینه که اکثر ما نمیدونیم چطور باهاش ارتباط بگیریم. از قدرت‌های درونمون استفاده نمی کنیم و فرکانس هامون رو با خواسته هامون هماهنگ نمی کنیم. امروز قرار چیزی رو یاد بگیری که برای همیشه نگاهت رو به زندگی تغییر میده. قرار یاد بگیری که با مراقبه جادویی چطور از میدان کوانتومی ثروت رو به زندگی جذب کنی، به شکلی که تا الان تجربهش نکردی. اول از همه باید بدونی که میدان کوانتومی یه فضای نامحدوده، جایی که همه احتمالات توش وجود داره. همه اون چیزایی که فکر میکنی دور از دسترسن یا غیر ممکنن توی میدان کوانتومی ممکنه، اما برای ورود به این میدان به یک کلید نیاز داری. دکتر دیسپنزا میگه که کلید ورود به میدان کوانتومی تغییر فرکانس ذهن و احساساته. تو نمیتونی با احساس کمبود، ناامیدی و یا ترس ثروت رو جذب کنی. باید فرکانست رو با فراوانی و شادی هماهنگ کنی. مثل اینه که هر فرکانسی که توی ذهنت باشه همون رو از میدان کوانتومی دریافت میکنی. در واقع مغز ما مثل یک رادیوی فرکانسیه. وقتی روی یک موج خاص تنظیمش کنی همون موج رو دریافت میکنی. اگه روی موج فراوانی تنظیم کنی فراوانی بهت میرسه. اگه روی موج کمبود تنظیم کنی فقط کمبود و فقر رو تجربه میکنی. حالا سوال اینه که چطور فرکانسمون رو تغییر بدیم؟ چطور با تغییر فرکانس ثروت و فراوانی رو به سمت خودمون جذب کنیم؟ حالا میخوام چند تا تکنیک عملی رو باهات به اشتراک بذارم که دکتر دیسپنزا برای تغییر فرکانس و جذب ثروت به ما یاد داده که مهمترینش مراقبه قلب باز هست که تا آخر ویدیو برات کامل توضیح میدم. پس در ادامه همراه هم باش. یکی از تکنیک های مهم تجسم خلاقه. مغز ما وقتی چیزی رو به وضوح تصور کنه فرقش رو با واقعیت نمیفهمه. انگار داری اون واقعیت رو با چشمات میبینی. پس وقتی هر روز خودتو توی شرایطی که میخوای تصور میکنی مغزت همون فرکانس رو به جهان ارسال میکنه و میدان کوانتومی به اون فرکانس جواب میده. هر روز صبح حداقل 10 دقیقه وقت بذار و خودت رو توی شرایطی که دوست داری تصور کن. به این فکر نکن که چجوری و از چه راهی میخوای بهش برسی. فقط تصور کن. مثل اینه که تو همون چیزی رو که میخوای همین الان داری و احساسش کن. این کار نه تنها فرکانس تو رو تغییر میده بلکه انرژی های جهان رو به سمت تو میکشونه. حالا که فهمیدی چطور فرکانس ذهنت رو تغییر بدی و با میدان کوانتومی ارتباط بگیری وقتشه که بریم سراغ یک تکنیک فوق‌العاده قدرتمند برای خلق ثروت از میدان کوانتومی. این تکنیک چیزی نیست جز مراقبه قلب باز. مراقبه قلب باز همون تکنیکی است که دکتر جو دیسپنزا همیشه ازش
به عنوان کلید اتصال به میدان کوانتومی نام میبره. اینجا جاییه که ذهن و قلب با هم هماهنگ میشن و شما قدرتی رو احساس میکنی که تا حالا حتی تصورش رو هم نکردی. این تکنیک فقط یک مراقبه معمولی نیست. این یک تجربه کامل از باز کردن درهای فراوانیه که همیشه برات آماده بوده. فقط منتظر بودی که با قلب باز اونا رو دریافت کنی. بیا همین الان شروع کنیم. یه جای راحت پیدا کن. همون جایی که میتونی چند دقیقه بدون هیچ مزاحمتی برای خودت خلوت کنی. حالا یک نفس عمیق بکش. این فقط یک نفس معمولی نیست. با هر دم و بازدم تو داری خودت رو برای ورود به دنیای کوانتومی آماده میکنی. حالا دستت رو به آرومی روی قلبت بذار. قلبتو حس کن. اینجا دقیقاً مرکز زندگی توه. جایی که همه احساسات، همه امیدها و همه رویاها ازش ساطع میشن. حالا چشمهاتو ببند. حس کن که با هر نفس یک نور ملایم و گرم از قلبت به بیرون منتشر میشه. شاید این نور رو به رنگ طلایی یا شاید آبی تصور کنی. هر جوری که این نور رو حس میکنی بدون که این نور همون انرژیه که آماده خلق فراوانی برای توه. حالا تصور کن که این نور با هر تپش قلبت قوی‌تر و بزرگتر میشه. اول قلبت رو پر میکنه. بعد به سمت شونه‌هات، بازوهات و تمام بدنت میره. این نور داره از تو میگذره و توی تمام بدن و ذهن و روح تو پخش میشه. همزمان با اینکه این انرژی درون جریان پیدا میکنه، از وجودت به بیرون هم میره. تصور کن که این نور از قلبت به دنیای بیرون میرسه. اول به اتاقی که توش هستی، بعد به کل خونت، حالا به تمام شهر و حالا این نور داره تو کل جهان پخش میشه. تو الان تو این لحظه مرکز این نور هستی. قلبی که به کل جهان هستی متصل شده و داره با یک انرژی بی‌نهایت قدرتمند با میدان کوانتومی ارتباط میگیره. همین حالا تو داری انرژی خودت رو با فرکانس ثروت، فراوانی و شادی همسو میکنی. حالا حس کن که این انرژی از بیرون به سمت تو برمیگرده. اینجا تو این لحظه احساس کن که تمام چیزهایی که همیشه آرزوش رو داشتی، از ثروت گرفته تا فرصتهای جدید، به سمت تو جریان پیدا میکنن. تو مثل یک آهنربای قدرتمند داری همه چیزهایی که نیاز داری رو به سمت خودت جذب میکنی. هر نفس عمیقی که میکشی یک موج جدید از فراوانی رو به سمت تو میاره. این موجها دائما از دنیای کوانتومی به سمت قلبت روانه میشن. شاید اولین چیزی که به ذهنت میاد پول باشه، یا یک فرصت شغلی، یا شایدم یک شانس بزرگ برای یک ایده جدید. هر چیزی که بهش نیاز داری درست همین حالا داره در مسیرت قرار میگیره. هر تپش قلبت مثل یک فراخوان جهانیه برای جذب تمام اون چیزهایی که همیشه در رویاهات داشتی. حالا یک لحظه تصور کن
که تمام این انرژی که داری از دنیای کوانتومی دریافت میکنی درون قلبت جمع میشه. یک منبع بیپایان از قدرت، ثروت و فراوانی. اینجا مرکز خلاقیت توه. هر چیزی که بخوای میتونی همین حالا خلقش کنی. به این انرژی اجازه بده از درون تو به جهان اطرافت منتشر بشه. به همه افرادی که میشناسی، به تمام کسایی که دوستشون داری. این انرژی بیپایان رو باهاشون به اشتراک بذار. حالا تو نه فقط یک دریافت کننده، بلکه یه فرستنده انرژی ثروت و فراوانی به کل جهان هم هستی. دوست من، با قدرت تکنیک مراقبه قلب باز نه فقط انرژی رو دریافت می‌کنی، بلکه به قلبت اجازه میدی که بزرگترین و بی‌نهایت‌ترین نیروی موجود در جهان رو هدایت کنه. حالا تو به تمام اون چیزهایی که همیشه می‌خواستی متصلی و این یک راه سریع برای جذب ثروت نیست. این راهیه برای تغییر درونی، برای باز کردن درهای فراوانی که شاید همیشه برات باز بوده ولی تا الان نمیدیدیشون. پس این تکنیک رو حداقل به مدت 40 روز انجام بده. وقت زیادی ازت نمیگیره ولی زندگی تو از این رو به اون رو میکنه. حالا که قدرت این مراقبه رو حس کردی، اگه آماده‌ای که زندگی تو واقعاً متحول کنی، لایک کن، سابسکرایب کن و به کانال ما بپیوند، چون این ویدیو فقط یک شروعه. چیزهای بیشتری منتظرت هست.